الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه که ویژه و خاص شما عزیزان هست و منبری است برای کسانی که منبری ندارند تا صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. امیدوار هستم دوستان عزیز و گرامی که در برنامه امروز تماس میگیرند درد دلها و دلگفته‌ها و صحبت‌هایشان در رابطه با موضوع فلسطین و جنگی که فعلا در آنجا جریان دارد، جنگ نابرابر بین یک لشکر غاصب متجاوز که همه کفر جهانی در کنار او ایستادند و تعدادی اندک از بندگان نیک الله سبحانه و تعالی که با وجود اینکه اندک هستند اما همت آنها به اندازه همت همه امت اسلام است. الله سبحانه و تعالی مظلومان فلسطین را بر دشمنان اسلام، بر جنایتکاران غاصب صهیونیستی پیروز و مظفر بگرداند. اولین تماس را میگیریم از بیننده عزیز و گرامی از روسیه. بله، سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم سلام و رحمت الله. سلامت خوب با. سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید، بفرمایید. الله مهربان شما نگهدار باشد دعا در حق ما. بعد سوال داشتم استاد. بفرمایید. علی درباره پولی که برای حج تیار کردگی ماندگی که ذخیره برای سال آینده همون زکات میتیم نمیتیم معلومات میده استاد. باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنیم. جزاک الله خیر. الله نگهدار باشد. سلامت باشید. بیننده عزیز و گرامی، اول اینکه پولی که انسان مثلا برای سال آینده برای حج آماده می کند، مثلا از حج امسال تا حج سال آینده که شما پول جمع می کنید برای مراسم حج، برای زکات واجب نمیشه. چرا؟ اولا که به حد نصاب نیست، هر چقدر مصارف حج هم که باشد. ثانیاً یک حولی بران نگذشته است، یعنی یک سال کامل بران نگذشته است و این نفقه حج است که شما مثلا شاید 8 ماه، 9 ماه، 10 ماه، 11 ماه جمع کردید و به خاطر ادای عبادت و اول اینکه به حد نصاب نرسیده، دوم اینکه یک حول کامل، یک سال کامل بران نگذشته، به خاطر همین زکات بر او به اصطلاح واجب نمی گردد. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی توفیق مزید نصیبتان کند. بیننده عزیز، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. من وحید هستم، از آلمان زنگ میزنم خدمت شما. وحید جان از آلمان، بفرمایید. فدای شما بشم و زنگ زدم از ادب کنم خدمت شما، خدمت سلامت همکارانتان. باشید. حادثه خیلی بد را به تمام مسلمین جهان تسلیت میگم. انشالله که مجاهدین حماس پیروز، سربلند و سرافراز باشند. آمین. بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. مزاحم سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما برادر. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. همینطوری که میدونید ما در این برنامه موضوع خاصی برای صحبت نداریم. منبر شما عزیزان هست و میتوانید دلگفته‌های خودتان رو بیان بکنید. بیننده گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد عزیز، من از تاجیکستان هستم. اگر
اگر امکانیت شد پس برنامه تو با من یک هم صحبت میشتین، یک مسئله مهم قطعا صحبت میکردیم. خوب است انشاءالله. زنده باشید برادر عزیز. اسم من زبیدالله است. عبیدالله برادر. خوب است انشاءالله. زبیدالله. خوب است برادر عزیز. بخشش استاد عزیز. سلامت باشید. خواهش من میکنم. شما را دوست ندارم، خواست برای الله خداوند شما را سلامت باشید. سلامت باشید. بهترین بنده های خدا شما این. سلامت باشید. سلامت باشید. الله مطالب سلامت. زنده باشید. نگهبان میشین. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر میکنم از این برادر عزیز بزرگوار. الله مطالب ستان کند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد بزرگوار خوب هستین؟ بخیر هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد بزرگوار لایوات رو نمیبینم دیگه، در برنامه اون سکه زیاد فعالیت های بسیار زیاد دارم، گفتم از پیشتون تشکری کنم دیگه. سلامت باشید. خیلی لحجه و امی گفتار شما خوش می آمد، گفتم یک صدا تا بشنوم دیگه. سلامت باشید. تشکر از شما. مقامند شما هستن. سلامت باشید. همینجا لایو زنده دیدم که لایو رفتین، گفتم یک صدایتون رو بعد پستا برسونم. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشید. الله مطالب ستان کند. زنده و سلامت باشید. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از برادر عزیز و بزرگوار. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما عزیزان بکند. تشکر از شما. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب استاد محترم، چیکار دارین؟ خوب هستید؟ سلامت باشید. الله مطالب ستان کند. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. قربانتان، تشکر. یک سوال داشتم استاد محترم، اگه لطف کنید برای من جوابش بدید. بفرمایید. ما در امریکا هستم استاد محترم. ما از طرف ظهر بگویم یا نماز ظهر بگویم و نماز شام در کار بسیار مصروف باشم، جایم نیست که من نماز بخونم. دیگه ما خواستم بپرسم از شما که بر علاوه از اینکه نماز ظهر و نماز شام که ما قضایی ادا میکنم، ما کدام کفاره دیگه هم داره یا خیر؟ درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر، بسیار تشکر. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا. اولا تشکر میکنیم از برادر عزیزی که اهتمام دارن، توجه دارن به نمازشان و همه عزیزانی که سعی تلاش میکنن که عبادتهای خودشان را در وقتش ادا بکنن. حرف بسیار خوبی است. برادر عزیز بزرگوار، اگر یک بار دو بار مثلا در ماهی یک بار دو بار همچین یک اتفاقی برای ما بیفته که در جایی باشیم که نتوانیم نماز ظهر رو سر وقتش بخوانیم، نماز مغرب رو سر وقتش بخوانیم، خب اشکالی نداره که انسان بیاد قضایی ادا بکنه، بلکه واجب است که انسان قضایی ادا بکنه. اما ببینید یک اصل رو ما باید همیشه در زندگی خودمون پیاده بکنیم. ما باید زندگی خودمان را، کارمان را، همه حیاتمان را برای دین عیار بکنیم، نه اینکه بیایم دین رو بر اساس زندگی خودمون عیار بکنیم. الله متعال میفرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امتت که نماز، عبادات، زندگی و مرگ، همه این باید برای کی باشد؟ لله رب العالمین. یعنی همه زندگی خودمان را ما باید برای الله سبحانه و تعالی عیار بکنیم، نه اینکه بیاییم عبادت ها را بر اساس زندگی خودمون ترتیب بدیم، تنظیم بکنیم. اگر انسان یک جای کار میکند، صاحب کار میگوید که تو حق نداری نماز بخوانی. اگر خیلی مضطر هستید که اگر این کار رو ترک بکنید از گرسنگی میمیرید،
در اون صورت خب انسان مجبور است، مجبور شد، انسان مضطر شد، چیزی برای خوردن پیدا نکرد، حتی میتواند گوشت مرده حیوانی را هم بخورد، گوشت خوک را هم بخورد، گوشت سگ و گربه را هم بخورد. اما اگر یک انسانی به خاطر رضای خدا این کار رو رد کرد، این پیشنهاد رو رد کرد و این پول رو رد کرد و این حقوق رو رد کرد، الله متعال چی میگه؟ میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که تقوا پیشه کرد، از الله متعال ترسید، به خاطر الله ترک کرد، و من یتق الله یجعل له مخرجا، الله سبحانه و تعالی راه را برای او میگشاید. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر فکر میکنید که با ترک کردن این کار شما فقیر میشید، بدبخت و بیچاره میشید، الله متعال میفرماید که و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی به او روزی داده میشود که اصلا فکرش هم نکرده است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که بر الله توکل میکند، الله برای او کافی است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که من ترک شیئا لله سبحانه و تعالی، کسی که یک چیزی رو برای الله سبحانه و تعالی ترک میکند، خداوند عوض بهتری به او میدهد. عوضه الله خیرا منه. الله سبحانه و تعالی یک چیزی بهتر از آن را برای او میدهد. پس همیشه سعی بکنیم زندگی ما، مرگ ما، کار ما، همه ما برای الله باشد. برای الله بودن یعنی این نیست که بری در گوشه مسجد بنشینی 24 ساعت عبادت بکنی. ما میتوانیم همه زندگی خودمان را برای الله عیار بکنیم. پس برادر عزیز بزرگوار، سعی کنید که به هر وسیله ممکن نماز رو در وقتش بخوانید، چون این تنها عبادتی است که مقید بر یک وقت در 24 ساعت شده است. بقیه عبادت ها مثلا در ماهی، در یک سال هست، مانند حج، مانند روزه، اما این در 24 ساعت است. باید ما این زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم بر این اساس. این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. الله سبحانه و تعالی میفرماید که نماز را ما برای مؤمنان در یک زمان مشخصی، در وقت مشخصی فرض کردیم. اگر ما بخوایم که بسته عمرمان نماز ظهر رو مثلا بخوانیم، نماز مغرب رو قضایی بخوانیم، خب این که نشد عبادت، این که نشد نماز. یک بار، دو بار، سه بار شاید در ماهی امکان داشته باشه همچین اتفاقی بیفته. امروز در همه کشورها که شما ببینید، تا حد اطلاعی که من دارم، به کارگران، کارمندان مسلمانشون فرصت میدن، وقت میدن که نماز خودشون رو بخوانن. مثلا در بعضی از کشورها ببینید در وقت ظهر یک ساعتی رو اختصاص دادن برای چی؟ برای غذا خوردن. بعضی از مسلمان ها از همین ساعتی که برای غذا خوردن اختصاص داده شده است، هم برای غذا خوردن و هم برای نماز خواندن استفاده میکنن. همش 5 دقیقه وقت بیشتر نمیگیره از انسان. در هر جای، در هر محیطی که انسان باشه امکان داره نماز بخوره. و ثانیا دین اسلام یک سهولت خیلی بزرگی برای ما قرار داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که همه زمین برای من مسجد شده است. مثلا یک مسیحی باید حتما بره در کلیسا چیکار بکنه؟ عبادت بکنه. یک یهودی باید حتما بره در اون معبدشون عبادت بکنه. اما یک مسلمان میتونه در مسجد نماز بخونه، میتونه در خونه نماز بخونه، میتونه در سر کار نماز بخونه، میتونه در کنار خیابون نماز بخونه، در پارک نماز بخونه. هر جایی که زمین پاکی وجود داشته باشه میتواند در اونجا برود و نماز خود را در اونجا ادا بکند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. جناب سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. من فعلا در ترکیه شهر استانبول کار میکنم. گوشت مرغ خوردن آیا از اسلام جایز است و یا خیر؟ من نمیدونم در ترکیه گوشت های مرغ ها با بسم الله الله اکبر کشته میشد و به دستور کشته میشد. از بعضی ها میگن میتونی بخوری، بعضی ها میگن نه حرام است. خواستم شما بپرسم ان شاء الله. والا تا جایی که من اطلاع دارم گوشتای مرغی که در ترکیه ذبح میشه ذبح شرعی است. حالا توسط دستگاه هم باشه، یعنی مرغ رو بیهوش نمی کنن. برای هر مرغی رو که حلال میکنن تکبیر گفته میشه، بسم الله گفته میشه، تا جایی که اطلاع دارم. اما دیگه
ما یک سری چیزها رو در زندگی باید بهش اعتماد بکنیم. نمیشه حالا تک تک ما برویم از شرکت ها اونجا اطلاع پیدا بکنیم که چی میشه. میگن که بله بر اساس شرعی هست و حلال هست و این چیز رو هیئت‌های مؤسساتی تایید کردن. ما هم دیگه نباید خیلی زیاد سختگیر باشیم در این موارد. تا جایی که هیئت‌های شرعی در یک مملکت تایید میکنن، مثلا دیانت در ترکیه تایید کرده بعضی از به اصطلاح شرکت‌هایی رو که به طریقه شرعی و حلال ذبح میکنن و بعد از اون نتوکل علی الله، چاره دیگری نیست. بخوای مثلا مشکلی نیست ان شاء الله مشکلی نیست. الله اسم راضی. سلامت باشی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید برادر عزیز بزرگوار. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد سعود هستم. خوب هستم استاد؟ سلامت باشید، الله مطالبتان کند. ما قضیه همین فلسطین باور که همین 5-6 روزی که 12 روزی شد که همین جنگ رفته سای باور که استاد شوا خونا دورنده همین غربی هستیم، روسیه دا هستیم، تاجیکستانی باور که یک حالتی که به حد حالتی هست بین الله مهربان اولویت نصیبشون بگردانه. آمین. برادرای برادران. آمین. آمین. الله مهربان شکرانه همچنین نگهبان باشد. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از شما. برادر عزیز بزرگوار، این که یک انسان مسلمان امروز این فجایع و این جنایات رو میبینه و این سکوت مرگبار کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اصلا میتوانیم بگیم که انسانیت، اسلامیت مرده است در بین این جوامع بشری. همین که شما این احساس رو دارید، این احساس باید در وجود تک تک ما مسلمان ها باشد. حتی این احساس رو باید به فرزندان خودمان منتقل بکنیم. مثلا من دیشب یا پریشب بود به طور زنده در یکی از شبکه‌ها جریانات بمبارمان غزه و اینها رو نشون میداد و بیمارستان ها رو، کودکان زخمی رو. عمدن تلویزیون رو روشن کردم و کودکان رو صدا کردم، از 4 سال 5 سال کوچیک بزرگ همه رو صدا کردم، گفتم بشینید نگاه بکنید. بعد اینا میپرسیدن بابا این چیه؟ این چرا اینطوری شده؟ چرا این کودک داره گریه میکنه؟ چرا این زخمی شده؟ بهشون گفتم اینا یهودی ها هستن، اسرائیلی ها هستن، کشور فلسطین رو اشغال کردن، یک کشور اسلامی رو. به سوالاتشون پاسخ دادم. این درد فلسطین، این مشکل امت اسلامی باید در وجود ما زنده باشه، در وجود فرزندان ما زنده باشه. این رو باید بدانند، این رو بفهمند که یک طایفه‌ای هستن، یک گروهی هستن که امروز این جنایت رو در فلسطین انجام میدهند. باید این رو بگیم. آخ نگاه نکنن کودکامون که اذیت میشن فلان. نخیر، بذارید نگاه بکنن، بذارید ازتون بپرسن که این کودکی که هم سن و سال من هست و این گونه سر و صورتش پر از خون و از بین آوار و از بین گرد و خاک بلند میشه، این کیست؟ چرا این گونه با او رفتار میکند؟ بگذارید که بدانند که همچین جنایتی بر علیه مسلمانان و کودکان مسلمانان صورت میگیرد. میگویند صحابه در نیمه های شب فرزندانشون رو به بهانه‌های مختلف خانه هم دیگه میفرستادن. مثلا شما تصور بکنید در مدینه ساعت 10 شب در زمان صحابه که پشه پر نمیزنه، همه جا تاریک، نه اون موقع در خیابانها در کوچه ها چراغی بود و نه روشنی بود. مثلا عمر ابن خطاب فرزندش رو میفرستاد که برو پیش عبدالله ابن مسعود بگو که فلان قضیه چطوری است رضی الله تعالی عنهم اجمعین. هدف میدونی چی بود؟ هدف این بود که این خوف و هراسی که در دل کودک در تاریکی شب ایجاد میشه رو از بین ببرن. ما امروز 100 تا قرآن هم به کمر کودک نه جوان 17-18 سالمون ببندیم، بعد از نماز مغرب و عشا جرأت از خونه بیرون رفتن رو نداره، چه برسه به تاریکی، چه برسه که در یک جنگلی، در یک کوچه‌ای که نه چراغی باشه نه لامپی باشه در اونجا بگرده. پس ما فرزندان ما رو با این با چپس و نمیدونم با این پفک و با این چیزا بزرگ کردیم.
بعد از سوسک و نمیدونم از پشه و از مگس و از مارمولک و موش میترسن، بعد از که غروب آفتاب جرئت نمیکنن از خونه برن بیرون. بعدش هم آرزوی ما اینه که فلسطین آزاد بشه. فلسطین آزاد میشه در صورتی که نسل مجاهدی رو تربیت بکنیم که درد فلسطین رو داشته باشه، درد بیت المقدس رو داشته باشه، درد مسجد الاقصی رو داشته باشه، درد امت رو داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال زحمت کشیدن تا نسلی رو تربیت بکنن که جهان رو فتح بکنه. نسلی رو تربیت کردن که درد خودشون براشون مهم نبود، درد امت براشون مهم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که مثال مؤمنین در مقابل مؤمنان مانند یک جسد است که اگر عضوی از این جسد به درد آید، بقیه جسد با تب، با ناله، با شیون چیکار میکنن؟ همراهی میکنن، همدلی میکنن. شما یک انگشتتون یک سوزنی بزنید به سر انگشتتون، همه وجودتون بیقرار میشه. مؤمنین باید این گونه باشن، حتی انسانیت باید این گونه باشه. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. این درد رو باید همه ما خودمون احساس بکنیم. این احساس رو به فرزندانمون بدین. به خدا قسم هر موقعی که، حالا این دفعه اول که نیست، بارها این جنایت صورت گرفته، حداقل سال یک بار دو بار که این جنایت ها صورت میگیره. از موقعی که ما دست چپ و راستمون رو شناختیم، با قضیه فلسطین، با این دردها و با این رنجها بزرگ شدیم. هر موقعی که من تصاویر این کودکان رو میبینم، هر موقعی که به طرف فرزندان خودم نگاه میکنم، باور کنید در چهره دخترم یا پسرم همان کودک دختر و پسر فلسطینی رو میبینم که در بین دود و آتش و گرد و خاک پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده، خانه و زندگیش رو از دست داده. این احساس رو هم خودتون داشته باشید و هم به فرزندانتون، تا این قضیه زنده بمانه. امروز زنده ماندن قضایای مهم امت اسلامی برای ما مهم است. امروز ما در زمانی زندگی میکنیم که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی میخوان صهیونیسم رو برای ما عادی جلوه بدن، میخوان این جنایاتی که علیه امت اسلامی میشه عادی جلوه بدن و این بزرگترین خیانت است. جلوه دادن عادی این همه جنایت، این همه ظلم، این همه ستم برای امت اسلامی، این بزرگترین خیانت به قضیه فلسطین و به قضایای مهم امت اسلامی است. بعدش هم هر روز میبینیم، حالا همینجا دوستان مثلا در کامنت ها نوشتن در مورد خیانت کشورهای اسلامی بگویید، در مورد خیانت حکام اسلامی بگویید. بابا جان، تو جز این کشورهای اسلامی هستی، من جز این کشورهای اسلامی هستم و این حکام هم جزی از ما هستن. ما چه کردیم برای فلسطین؟ همه کاری که کردیم آمدیم اینجا یک کامنتی نوشتیم که بله سران کشورهای اسلامی چه کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. کلکم، همه شما، پدر و مادر در خونه مسئول هستند، حکام مسئول هستند، علما مسئول هستند، تک تک شهروندان یک کشور مسئول هستند، تک تک امت اسلامی مسئول هستند. همه ما مسئولیت داریم. هر وقت من به عنوان یک مسلمان عادی مسئولیت خود را انجام دادم و تو به عنوان یک مسلمان مسئولیت خودت را انجام دادی، اون موقعی است که در جامعه تغییر میاد. یک کسی اومد پیش عبدالملک ابن مروان بود فکر کنم، گفت که چرا مثل عمر ابن خطاب حکومت نمی کنی، عدالت نمی کنی؟ چرا مثل عمر ابن عبدالعزیز عدالت نمی کنی؟ گفت شما مثل رعیت عمر ابن عبدالعزیز و مثل رعیت عمر ابن خطاب بشید تا من مثل اونها با شما رفتار بکنم. این یک واقعیت است. ما تک تک ما مسئول هستیم. آیا ما مسئولیت خودمون را انجام دادیم؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
الله سبحانه و تعالی حال هیچ امتی را، هیچ ملتی را تغییر نمیداد تا وقتی که خودشان درون خودشان را اصلاح بکنن. چند تایی از ما درون خودمون را اصلاح کردیم؟ خانواده خودمون رو اصلاح کردیم؟ فرزندان خودمون رو اصلاح کردیم؟ قوم خویش خودمون رو اصلاح کردیم؟ این رهبرا، این حکام کشورهای اسلامی مگه کیان؟ امکان داره فردا فرزند تو حاکم کشور اسلامی باشه، امکان داره فرزند من باشه، امکان داره فرزند اون باشه. وقتی که ما جامعه رو اینطوری به بار بیاریم، مثل این جانورا میان بر سر ما حاکم میشن که دین ما، عزت ما، شرف ما، خون ملت مسلمان براشون ارزش نداشته باشه. چون ما بی‌دردیم، خانواده ما بی‌درد است، امت بی‌دردیم، انسان‌های بی‌درد دارن به ما حکومت میکنن. این حکام که از مریخ نیامدن یا از زحل و مشتری که نیامدن، از همین کره زمین، از همین کنار ما هستن که بر ما دارن حکومت میکنن. پس فکر نکنید که ما با این 4 تا کامنتی که دادیم که حکام اسلامی چی کار کردن، کشورهای اسلامی چی کار کردن، تمام ما وظیفمون رو انجام دادیم، همه چیز گل و گلستان شد. کل نفس بما کسبت رهین. اگر اون حاکم به اندازه نیرویی که داره، به اندازه ارتشی که داره، به اندازه حکومتی که داره، به اندازه قدرتی که داره، به اندازه سیطره‌ای که داره در نزد الله متعال نسبت به قضیه فلسطین مسئول است، تو به اندازه استطاعتت مسئول هستی. پس بیم هر کدام از ما وظیفه خودمان رو انجام بدهیم. به قول یکی از علما دیروز ویدیوشو میدیدم، با مرگ بر آمریکا که مرگ بر اسرائیل که مشکل حل نمی شود. صحابه مگر با مرگ بر روم و مرگ بر فارس رفتن اونا رو فتح کردن؟ کل تاریخ اسلام رو بگردید تا همین چند سال، تا دوران ذلت و بدبختی مسلمان و تا همین 40-50 سال اخیر، شعار مرگ بر فلان و مرگ بر علان نبود. کشتی درست میکردن، فتح میکردن، سلاح درست میکردن، فتح میکردن، توپ و تانک درست میکردن، فتح میکردن، تفنگ درست میکردن، شمشیر و نیزه و تیر و کمان درست میکردن، فتح میکردن. ما از ذلت و بدبختی خاری ما هست که نشستیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. چی شد؟ ایرانی‌ها مثلا 40 سال شعار دادن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. چی شد؟ نه اسرائیل مرد، نه آمریکا مرد، بلکه خودشون دارن در به در میشن. عمل در کار است. شعار ملت اسلام، امت شعار نیستن، امت عمل هستن. وعدوا لهم ما استطعتم من شعار نگفته، وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آماده کنید برای آنها قوت رو. مفسرین میگن الا ان القوه الرمی، قوت که از تیراندازی است. امروز پسر 5 ساله یهودی از خودش درازتر تفنگ سر دوشش هست. دارید میبینید کلیپاشون رو، همه مسلحن. یک گوساله اومده حماسی هم رفتن ملت بی‌دفاع رو کشتن، ملت بی سلاح رو کشتن. همه اونا مسلحن، همشون سلاح دارن. این شهرنشینای یهودی همشون مسلحن، همشون ارتشی هن، همشون نظامی هن. غیر نظامی ندارن که اونها. با این وجود که یک مورد تجاوز، یک مورد کشتن یک کودک، یک مورد کشتن یک زن رو نتونستن ثابت بکنن با همه این دروغ پردازی هایی که کردن. اما ما کودکامون، جوانهامون جرأت ندارن که حرف بزنن از ترس. علمای ما، طرف عالم دین است، معروف، وقتی که بشینید تو مجلسش زبانش انقدر. چرا در مورد قضیه فلسطین صحبت نمی کنیم؟ والله میترسه که مشکل براش ایجاد بشه، چون که شاید بره اروپا، شاید بره آمریکا، بعدن گیر ندن بهش، تو بلک لیست نندازنش. ننگ و عار باد بر این عالم، بر این دعوتگر. بدبختی ما از دست خود ماست.
این مصیبتی که امروز بر ما حاکم شده از دست خود ماست. این ذلت و بدبختی رو خودمان خریدیم برای خودمان. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. احوال شما خوب است ان شاء الله؟ سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. من دو تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اول این که مثلا یکی بر وضو فقط فرض وضو رو انجام میده، خب بله. در نماز هم همچنین، مثلا نماز ظهر رو فقط 4 رکعت فرضش رو میخونه، همچنان نماز شام رو، همچنان نماز عشا رو. بله. سوال دوم در مورد حکم ازدواج. مثلا یکی نمیخواد ازدواج کند. تمام، در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. زنده باشید. ببینید، کسی که مثلا فرایض وضو رو انجام داد، واجبات و فرایض رو انجام داد، وضو گرفت، مثلا صورتش رو 1 بار شست، دهنش هم 1 بار شست، دماغش هم 1 بار شست، دستارم تا آرنج 1 بار شست، پاهارم شست، سرم مسح کرد، تمام. نماز ظهر هم فقط 4 رکعت ظهر فرضش رو خوند، 4 رکعت فرض عصر رو خوند، 3 رکعت فرض مغرب، 4 رکعت فرض عشا، 2 رکعت فرض صبح رو خوند. میگیم که نمازش هم درست است، به اصطلاح وضوش هم درست است. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که صلوا کما رأیتمونی اصلی. این نماز، این وضو درست است که ادا شده است، اما مطابق سنت نیست، مطابق روش پیامبر نیست، خالی از اجر است، خالی از پاداش است. فقط یک فرض رو ادا کردی، تمام، رفت. به طور مثال کسی که سنن رواتب، همین سنت های ما قبل ما بعد نماز رو انجام میده، الله سبحانه و تعالی برای قصری در جنت میسازه. الان مثلا به یکی از شما بگن که کجایی آمریکا، کجایی کانادا، کجایی افغانستان، ایران، ژاپن یا هر گوشه دنیا، بیا به آن سوی کره زمین که برای تو یک قصر میخواییم مجانی بدهیم. باور کنید در اولین پرواز بلیط میگیره میره بدون تأخیر، مگر انسان احمق باشه که تأخیر بکنه. الان خداوند به تو میگه که تو این 2 رکعت قبل و 2 رکعت بعد و 2 رکعت قبل و 4 رکعت بعد رو، همینا رو بخوان، من برای تو یک قصر میدم در جنت. حماقت نیست که اینو رها بکنیم؟ حالا مثلا دهن تو 1 بار آب انداختی شستی، 2 بار دیگه میگه چقدر وقت میگیره از تو؟ 2 ثانیه نهایتش. پس انسان اگر میخواد که اون اجر و پاداش و ثواب رو کامل بگیره، باید که همه فروض و واجبات و سنن و مستحبات و نوافل رو همه رو انجام بده کامل. به طور مثال کسی بیاد به شما بگه که برای خودت یک خونه درست بکن، شما بگو که فقط من این 4 تا دیوار درست میکنم بس، پنجرم نمیزنم، نمیدونم رنگم نمی کنم، سقفشم درست نمی پوشانم، همین. هیچ انسان عاقل این کار رو نمی کنه. نه، خانه برای خودت درست میکنی، رنگش میکنی، در و پنجره بهش میزنی، سقفش رو درست میکنی، زینت بهش میدی، فرش، ظرف، تخت، نمیدونم مبل و مام و فلان، این چیزا میندازی توش. پس این عبادت ها رو باید اونطوری که کامل و شامل هست باید انجام بدهیم. بیننده عزیز از روسیه، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشنوین مرا برادر؟ بله میشنم، بفرمایید. اولا خیلی خوشحالم که با شما در تماس شدم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. و گفتنی هم برادر عزیزم که
از منبر شما کمی هم باشد دست به دعا برداشته دعا کنیم که تا تمام مسلمان های روی دنیا از خواب دیگران بیدار شوند و در بر برادران فلسطین یکجا باشند. آمین آمین آمین. و از شما هم خداوند راضی باشد که وقتی خود را دریغ دانسته در اینجا با همراه برادران صحبت میکنید برادر و در حق ما دعاگو باشید. ما در حق شما دعاگویم انشاءالله. الله متعال ستان بکند. الله متعال. که اگر شما حاضر یک دعوت کنید که ای مردم مسلمان، ای فارزبان ها و دیگر برادران اسلامی، من تیارم بر راه فلسطین خیزید. من باوری کامل دارم که تمام مردم ایران، افغانستان و دیگر مسلمان هایی که شما را میشنوند انشاءالله که در بر شما راست نیستم. انشاءالله انشاءالله. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. سلامت باشید. الله متعال استان. دوستان عزیز، دیروز کسی از میپرسید که آیا برای جهاد رفتن در فلسطین اجازه پدر و مادر شرط است؟ تعجب میکنم. باور کنید که امروز در فلسطین نفیر عام است. امروز جهاد در فلسطین بر تک تک مرد و زن مسلمان در اقصا نقاط دنیا که باشد فرض است. ما سوراخ دعا را گم کردیم. ما از احکام دینمان خبر نیستیم. امروز جهاد در فلسطین بر تک تک امت اسلامی فرض است. از حاکم و محکوم گرفته بر همه فرض است. در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. انصاری کی است که دعوت بکنه که شما بخواید برید به فلسطین جهاد بکنید؟ این حکم الله سبحانه و تعالی است. امروز اگر کشورهای اسلامی این مرزها رو باز بگذارن و این سهولت رو ایجاد بکنن، اجازه بدن که مسلمان ها برن، باور به خدا بکنید، من در برنامه گذاشتم گفتم که اصلا نیازی نه به توپ این هاست، نه به تانک این هاست، نه به هواپیمای این هاست، نه به موشک ها و سلاح های زنگ زده این کشورهای اسلامی است. باور کنید این امت اسلامی با دست خالی فلسطین رو فتح میکنن، با دست خالی. مگر اسرائیل چقدر هواپیما داره، چقدر بمب داره، چقدر موشک داره. امروز بیش از 90 میلیون مصری است در طرف رفح، در کنار مرز نوار غزه. 90 میلیون، حداقل 1 میلیونش اگر سرازیر بشن، باور کنید تا فردا صبح اسم اسرائیل در دنیا نمیماند. امروز وقتی نیست که ما والله به فکر این باشیم که از کی اجازه بگیریم، از کی اجازه نگیریم. امروز با هر چی که ما در توان داریم باید در نصرت ملت مسلمان فلسطین، مظلوم و ستمدیده فلسطین، باید سعی و تلاش بکنیم. با هر امکاناتی، هر استطاعتی که داریم، با زبان، با نوشتن، با فعالیت‌های رسانه‌ای، با کمک مالی، با هر وسیله‌ای که بتوانیم. و این یک حقیقت است. هیچ کس امروز در جهان اسلام اینو انکار نمی‌کنه که امروز ملت مسلمان فلسطین نیاز دارن به کمک مسلمان ها. باور کنید اگر این مرزها رو من در برنامه گذاشته بودم، ارتش اردن میاد سر مرز اسرائیل که جلوی مردم بی سلاح که با دست خالی میخواستن وارد اسرائیل بشون رو بگیرن. ما دیدیم طوفان اقصی یکی از درسهایش برای امت اسلامی این بود که در منطقه شدیداً امنیتی، اعتراف خود آمریکاست که بیش از 187 میلیارد دلار برای ارتش و استخبارات اسرائیل کمک شده، اما 4 نفر انسان با ساده ترین سلاحی که در دست دارن میتونن از این دیوار امنیتی الکترونیکی، از بین همه این استخبارات، همه ارتش بگذرن
و این شهرها رو فتح بکنن. دوستان دست کم نگیرید، عملا این شهرها رو فتح کردن، مراکز پلیس، مراکز ارتش رو گرفتن با دست خالی، با سلاحایی که در مقابل بمب و موشک و تانک و توپ اونها هیچ است. این رو ثابت کرد که اینها، الله سبحانه و تعالی میگه ضربت علیهم الذلة والمسکنه، الله سبحانه و تعالی ذلت و بدبختی و خواری رو بر پیشانی این یهودی ها زده. این یک چیزی از فطری، الله متعال این رو زده. اینا هیچ وقت آرامش رو نخواهند دید. فکر میکنید 75 سال شده از تشکیل حکومتشون یک روز آرام گذراندن؟ نه، تا قیامت هم نمیگذرانن. این وعده الهی است. اگر دیدید که یک سال اینا در آرامش زندگی کردن در فلسطین، در اون زمان العیاذ بالله انگار این آیات الهی دروغ است. این هیچ اصلا شکی در این نداشته باشید. اول باید این یقین رو در خود ما ایجاد بکنیم. یک از دوستان نوشته که خب ایران که کمک کرد، عرب‌ها چیکار کردن؟ واقعا خنده‌داره. من از عقل کوچک بعضی از انسان‌ها واقعا در تعجبم. الان حدود 4-5 هزار نفر کشته شدن، بیش از 20,000 نفر زخمی شده، غزه نابود شده، ساختمان‌ها خراب شده، مردم در زیر آوارها هستن. این موشک‌های ایران کجاست؟ وقتش نرسیده یک موشک بزنه، یه دونه بس، فقط یکی میخوایم، بیشترم نه، یه دونه موشک بزنید. کجاست؟ حزب کجاست؟ مگر امین حسن نصرالله داد نمیزد که ما موشک‌هایی داریم که تا حیفا و نمیدونم تا تلاویو و تا اونجا رو میتونیم بزنیم؟ کجاست؟ بزنید. این کشتی ها و این ناوچه ها و نمیدونم این هواپیماها کجاست؟ به قول شما این عرب ها خائن، این عرب ها بی غیرت، این عرب ها نمیتونن کاری بکنن. شما بفرمایید این همه داد میزدید؟ بحر آزادی قدس از کربلا باید گذشت، سپاه قدس درست کردید، بزنید، یک موشک بزنید. چرا نمیزنید؟ چون این شعارهای شما فقط به خاطر این است که حتی اون کمک هایی هم که میکنید به خاطر این است که به خودتون یک سابقه شرعی بدید در بین امت اسلامی. اون سابقه رو که ندارید. موشک هاشون تا ریاض میرسه، تا ریاض. هواپیماهای بدون سرنشینشون تا ریاض میرسه. ریاض رو زدن، دمام رو زدن، خبر رو زدن، مناطق پالایشگاه نفت که در اقصا شرق عربستان سعودی است زدن، مکه رو زدن، جده رو زدن. همینا رو چرا نمیتونید اسرائیل رو باش نمیزنید؟ چرا همین هواپیمای بدون سرنشینی که باش افتخار میکردید که به حوثی‌ها دادید تا عربستان رو بزنه، همین رو که باش مکه رو زدید و جده رو زدید و ریاض و دمام و خبر و خمیس مشید و ابها و اینجا رو زدید، بزنید. فاصله 3000-2000 کیلومتر راه رو تونستید بزنید، اسرائیل رو نمیتونید بزنید؟ بزنید. الان وقتشه. این غیرت و شهامت شما، مقاومت و دشمنی شما با اسرائیل کی میخواد؟ بعد از اینکه ملت فلسطین همش مردن، بعد از اون مثل بنده خدایی بود، میگن یک تفنگچه‌ای در کمرش زده بود، میپرسیدن که این برای چی است؟ میگفت این برای روز مبادا. روزی کسی وارد شد دید که یکی داره بهش تجاوز میکنه، گفت بنده خدا خو این تفنگت برای چی است؟ گفت این برای روز مبادا. گفت از اینم روز بدتر هست. خب این ایران چرا نمیزنه؟ چرا موشک، چرا هواپیما نمیفرسته؟ برید هر چی که میگید در مورد حکام عرب و بقیه کشور اسلامی درست، شما چرا نمیزنید؟ چرا حزب نمیزنه؟ چرا حوثی نمیزنه؟ دور نمیریم، 8 شعبی در عراق 10,000 سنی را قتل عام کردید. این همه سلاح دارید، موشک دارید، هواپیما دارید، فرودگاه در اختیارتون هست، بزنید. شما مرد بشید. یک شیعه امروز نداریم در کنار حماس، در کنار جهاد اسلامی که اونجا مردانه در کنار اسرائیل بدن. همه شعار از اون ور مرزها شعار میدن.
یا در طول این 40 سال حزب الله مگه چیکار کرده؟ امت اسلامی فراموش نکردن اردوگاه صبرا و شتیلا که 10,000 فلسطینی مهاجر مظلوم رو امین حزب عمل که اساس امین حزب الله هست، شیعیان لبنان در همکاری با مسیحیان و ارتش اسرائیل قتل عام نکردن؟ امت اسلامی فکر میکنید فراموش کرده؟ شاید ما اون موقع 1 ساله بودیم، 2 ساله بودیم یا اصلا به دنیا نیامده بودیم، اما امت اسلامی فراموش نمیکنه این چیزا رو. تاریخ فراموش نمیکنه. شما همیشه در کنار اسرائیل بودید، همیشه به نفع اسرائیل کار کردید. اگه 4 تا موشک و 4 قطعه سلاح و 4 نفر رو مجبور کردید که ازتون تعریف و تمجید بکنن، به خاطر این بوده که خودتون میخواید در بین امت اسلامی به عنوان تیکه‌ای پارچه از این امت جا بزنید، اما نیستید. شما یک تافته جدا بافته ای از امت اسلامی هستید، جز امت اسلامی نیستید. ولی مردید بزنید امروز یک موشک. هر سال در 22 بهمن این موشک های دوربرد و قاره پیمایی رو که اونجا نشون میدید یکیشو بفرستید به تل آویو. صدام حداقل همین مردی رو داشت که قبل از اینکه سلاحاشو بزنن، فرودگاهاشو بزنن، هواپیماشو بزنن، 4 تا موشک تل آویو رو زد. شما که همین مردانگی رو هم ندارید. بعد میاد میگن که حالا ایران داره دفاع میکنه از مقاومت فلسطین. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جزاکم الله خیرا. زنده و سلامت باشید. زحماتی که میکشید از این روشنگری که میکنه واقعا مردم روشن و بیدار میسازن. سلام. نوازم تسلیت خدا در قیام و مردم شریف مسلمان و مؤمن ارات ما تسلیت میگن، برغمشان شریک هستن. الله متعال صبر و سخانت نصیبشان بگردانه. آمین. و همچنان دو قضیه بسیار مهمی که در یک زمان، در یک تاریخ، در یک روز رخ میده، قضیه فلسطین و قضیه زلزله ولایت ارات ما. الله متعال میگه این مصیبت از سر امت اسلام دور کنه. میگه واقعا بسیار زجرآور است، بسیار درد میده ما را، بسیار رنج میده ما را، ولی شوایش خو نداریم. الله متعال ما صبر بده. دعا کنید برادرها و خواهرای ما، شبها بخیزید، تهجد بخوانید. با گفته استاد ما دو برنامه دیگه بسیار توضیح جانانه دادن که در قسمت برادرای ما، خواهرای ما باید فامیلایی که هستن مؤمن مسلمان باید بی تفاوت نباشند. دیگه دعا کنند اولادایشان، فرزندایشان بی تفاوت. این قضیه فلسطین قضیه امت اسلام است. درست. واقعا برنامه دیگه تا بسیار جالب و الحمدلله بسیار زیاد جالب بود که ما رساندیم. دیگه چه کنیم که از ما بر ما استاد عزیز واقعا که امروز می گروه پرستی و حزب پرستی از اون سطح گذشته امروز مملکت و کشور پرستی است که با ما چه ما افغانی هستم، ما اردنی هستم، نمیفهم ما ایرانی هستم، با ما چه ما قضیه فلسطین، مردم فلسطین، این چیزا امروز فرقه گروه را ساختن. می سکولاریسم واقعا که امروز میبینیم که کشورهای عربی را پارچه تکه بی عقیده و بی دین ساخته، اما بی غیرت ساختیشان. امروز انجینیر از یک نقطه مانده، اگر دکتر است، اگر پروفسور است، فقط در کار خود مشغول و مصروف است، دیگه از آخرت هیچ خبری نیست. نماز خود در مسجد میخونه، دیگه خبر نداره. این از خود ما مشکلات، واقعا از خود ما با خود ما این مشکلات برمیگرده که باید بیدار شویم. امت باید یکی شو، متحد شو. دیگه گفته خودت راکت امام زمانی کجاست؟ این کل ساختگی جنگ موش پشک است. متوجه باشه مردم افغانستان، مسلمان ها بیدار باشه. یک تعداد زیاد مردم افغانی داریم با میگن والا ایران در منطقه است که جلوی نمیفهم غرب گرفته، شرق گرفته. کجاست؟ کلش با الله قسم است که این گوی شیری غرب است. ایران دولت رافضی ایران گوی شیری غرب و شرق است. گفته استاد عزیز کجاست راکتایی که یک فایل کنه؟ کجاست حزب الله که خاک و خون فلسطین و سوریه و عراق 2 میلیون مسلمانان اهل سنت کشتن؟ تمام این خبیثا، تمام این متکبرین، تمام این منافقین، چه دولت رافضی ایران چه غرب و شرق است، علیه اهل سنت و جماعت هستند. متوجه باشه. ولی ان شاء الله تعالی وعده پروردگار است که سر یک اقلیت مؤمنین این دین خود من نگاه میکنم.
ولی ما شما چه مسئولیتی داریم؟ بیدار شوید، دعا کنید به هر شکلی که میشه. ما در افغانستان میبینیم یک تعداد تظاهرات میکنن استاد عزیز، در جاده ها روان هستن ولی میدوند دویده رو هستن. ما اما احساسات هم دینی که دارم، عقیدوی که دارم، کجا میره برادرم؟ کجا راه بسته است. ایران اجازه نمیده، اردن اجازه نمیده، کشورهای منطقه اجازه نمیده، هیچ کسی اجازه نمیده. سکولرای اردن، دولت اردن ببین که یک تک انگلیس است، خاندان از این، فامیل از این، نشست برخواست از این، زندگی از این، همه فقط انگلیس هستن. تو میبینی که چه میگه عروسی بچه از تیرش چه رقم عیاشی و بدبختی و دیگه الله متعال رحم کنه. الله متعال سر امت اسلام ملای رحم کنه. استاد عزیز بسیار در خواب غفلت هستیم، بسیار در بسیار بی‌تفاوتی، بسیار کلان هستیم. الله متعال ما و شما را از این خواب غفلت بیدار کنه و امت مردم فلسطین مجاهدینش و امت اسلام از این بدبختی و از این ناکامی ان شاء الله تعالی نجات بده. ولی بازم یک تقاضا تمام برادران و خواهرای خود دارم که همین خطبه مولانا صاحب شیخ الاسلام عبدالحمید حفظه الله را همین دقیق بشنوید. امروز بسیار جالب، بسیار واقعا همه جانب یاد صحبت کردن. انشاءالله تعالی خالی از عجز دارایی نخواهد بود. بازم جزاکم الله خیر استاد عزیز. درد و احساسی که شما نشان میدید مقابل امت اسلام، الله متعال فروزی و کامیابی و دنیا و آخرت به شما و فامیل محترمتان نصیب بگردانه. و یک سلام خاصم به برادرای تاجیک خود دارم. الله متعال ان شاء الله تعالی روزی شب که حکومت اسلامی حقیقی در تاجیکستان مستقر بگردانه. واقعا یک ملت مسلمان و مؤمن و راستگوی و صادق هستند. الله متعال ارشاد کنه. از عالم دنیا با کور احترام سلامت باشین برادر عزیز. جزاکم الله خیر. علیکم السلام و رحمت الله و تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. میتوانند صحبت بکنن، دلگفته های خودشون رو بیان بکنن، زنگ بزنن. ما همین صحبت ها رو به عنوان کلیپ میگیریم، انشاءالله در شبکه به طور مجزا پخش میکنیم و یک صدقه جاری است برای شما. شاید این صحبت های شما سبب بیداری یک مسلمان بشه. لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر یک کسی را الله متعال به وسیله تو نجات بده، هدایت بده، برای تو از گله شتران سرخمو، یعنی من بارها این رو تشبیه میکنم، یعنی بلا تشبیه به حدیث شریف، که انه میتونیم بگیم که اگر یک نفری رو الله متعال به دست تو هدایت کنه، برای تو بهتر از مثلا شرکت جنرال موتور است یا شرکت مرسدس بنز است. این وظیفه تک تک ما و شماست. تنها وظیفه من نیست که اینجا بیام برنامه بگذارم، وقت بگذارم، صحبت بکنم. اصلا روزهای جمعه من این برنامه رو به خاطر این گذاشتم که شما عزیزان بیایید صحبت هاتون رو بکنید، دلگفتهاتون رو بگید. بعضی عزیزان سوالات شرعی میپرسن، اگر این سوالات رو به شکل خاص در واتساپ بفرستید، انشاءالله دوستان پاسخ شما رو میدن. بر صورت این درد رو باید ما همیشه داشته باشیم. این قضیه باید نمیرد، زنده باشد در بین امت اسلامی. همه قضایای امت اسلامی، همه قضایای امت اسلامی، تنها قضیه فلسطین نیست. ما مشکل میانمار هست، مشکل ترکستان شرقی هست، مشکل تاجیکستان و امتهای کشمیر هست. یعنی تنها قضیه فلسطین نیست و ما جزی از این امت هستیم. به ما میگن امت اسلامی. امت اسلامی تک تک ما باید درد آن مسلمانی که در دور افتاده ترین روستای ترکستان شرقی که امروز در اسارت و اشغال چین هست و زجر میکشه، رنج میبره، شکنجه میشه، ظلم میشه، ستم میشه به او، باید ما احساسمون نسبت به او مانند این باشه که این زجر و درد رو داریم خودمان میکشیم، داره برادر ما میکشه، داره همسر ما میکشه، فرزند ما میکشه. هر موقع این احساس رو در وجود خودمون حس کردیم، بعد از اون میتونیم بگیم که ما مسلمان واقعی هستیم. آن کسی که میگه که مسئله فلسطین مسئله عرب ها است، به ما چه، این مسلمان نیست. این انسان نیست اصلا. از مسلمانی که چه عرض کنم، انسان نیستیم. موضوع دیگری که برادر عزیزمون بهش اشاره کردن، من این تماس رو بگیرم.
بله بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. داملای بزرگ خوب هستش، شما حوالتون خوب است، جاتون خوب است، جور است. خیلی گپ راستش در چیم در هیجانیم که همراه شما صحبت میکنیم، برای که سالهای زیاد است که ما شما را در شبکه‌های اجتماعی و همین اینترنتی تماشا میکنیم. باور کن این یک کاری باور نشدنی است که ما امروز خداوند نصیب کرد که با شما هم صحبت میشیم. سلامت باشید برادر. الحمدلله شکر خدا میکنم. باور کن دیزدام آب بر اومد. سلامت باشید. الله متعال حفظتان کنه برادر عزیز. چی گفتنیم داملاز یک موضوع خوبی را شما مطرح کرده گفته در سرشای برنامه‌تون درباره همین نسل، یعنی طفل هایی که ما تربیه میکنیم، طفل های نورس باید ما باید چه تربیه کنیم. من از شما یک خواهش دارم، همین شخص هایی که درباره نماز، درباره گوشت حلال، درباره طهارت، درباره همینا، اگر در همین اینترنت، در همین یوتیوب که اگر دست که فشار که باری باره همون چی همش میگن، همین بیچاره‌های همین عالمای فارسی زبانی ما از ایرانیش و سنیای مذهبای تاجیکی و ایرانی و افغانستانی همه گفتگین اگر صدها اگر کتاب هم جمع کنیم زیاد گفتگین بیچاره‌ها. بگذار همه گوش در همین مسئله ها بگذار از اینترنت دسترس کنن بینن. من از شما خواهش میکنم درباره تربیه فرزندان، درباره مادران ملت مسلمان التماس گپ بزنه که چه فرزندان را تربیه کنن. مثالی که من از مردم تاجیکستان یک از کودکی خود اینا بیان میارم. مثال زنای برادرانم، مادر ما، همینها ما را چه تربیه میکردن. شب در حالت خوابروی، پیش از خوابروی اگر که سخسری میکردن و خواب نمیرفتیم، با دیوال خانه تق تق میکردن، میگفتن که عجینه آمد، جین آمد. ما را چنان تربیه میکردن دنبلا باور که خد ببین که همین نیحاله که نو شیناد میبخشی که کم ترگه که بختم دی همین نیحالی نو که شیناده اگر بر بدن همین نیحال، تنی همین نیحال یک نوکی سوزن سراخی کن، همین نیحال کلان میشه، همون سراخی همین خیلی کلان میشه. درست. ما را همین خیلی تربیه من کردگیان که باور که مردی کلان میشیم از خود، بعد همین کلان میشود با دردی سری هم مادرها میشود و چه من بیرون میرم بترسم با همین مادر همون را میبره، بدبختی به سری خودش میوره. همین ما باید همین از شما خیلی خواهش میکنم برای که چون این شخصیت ها در بین مردم فارسی زبان انگوش شمارند. شما همچون الحمدلله یک برای ما یک شخصیت هایی هست که یک قطب، یک نشانه، یک نشان، یک ستاره. شما از شما خواهش میکنید درباره همین تربیه و تعلیم همین جوانان دلیر و شجاع باید کمی همین درساتون از زیادتر کنید. منم خواهشم هم میگم. چشم، حتما انشاءالله. برای همین قدس نه، برای مثال برای فلسطین صحبت میکنیم. یا من خیلی روایت میدونم اگر شما اینا قبول میکنید نمیکنید بفرمایید. بگه وقتی که اینا با نام سراسیما میشن نامش یاد میبرم، همین کرد مسلمانی صلاح الدین ایوبی میبخشید اون یکی زبان. صلاح الدین ایوبی وقتی که میگه کودک با طفل بود بازی میکرد با رفیقانش، میگه یا رفیقش زدش، میگه که آب دیده کرد پیش پدرش اومد. پدرش با راه میگذشت بگن طرف مسجد میرم، اومد به پدرش شکایت کرد. آب دیده گفت که من فرزند به دنیا آزاد کننده گفت قدس نباید آب دیده کنه. درست. به همون خاطر از شما خیلی خواهش میکنم که شما با میگم جواری من نمیخوام تمرق باری، نمیخوام چاپلوسگری، نمیخوام که شما یک شخصیت ارزنده هستید در بین ما فارسی زبان. میگم که باور کنید شما من آب رو اومد از قدش مصاحبه دارم. از شما خواهش میکنم همین تربیه فرزنده را کم ترک شجاعتی همین صحابه ها را و فرزنده را همین را کمه. اگر امیر از یایت بگذارو کارات ورا خچو بکنم بیانم واسه دمی بورا کمه ان شاء الله حتما ان شاء الله. خیلی خوشحالم در حق مدام خوب باشه. خداوند از شما راضی باشه. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. واقعا یعنی موضوع مهمی رو اشاره کردن. ما باید یک تجدید نظری بکنیم در
نسلی که تربیت شده در این سالهای، نسلی که با افلام کارتونی، نسلی که با این غذاهایی که پر از هورمون‌های مضر و گوناگون در بازار هست، با مدارسی که همیشه ذلت و بدبختی و خواری رو، با ملاهایی که فقط حتی ببینید سخنرانی‌های ملاهای ما در مسیری بوده که یهود و نصارا و دشمنان اسلام می‌خواستند. همیشه شنیدید در پای صحبت‌های ملا نشستید پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانه خارج می‌شدند، بعد این خار می‌انداختن سر راهشان، نمیدانم خاکستر می‌انداختن سر پیامبر صلی الله علیه و سلم. کی گفته این چیزا رو؟ کی گفته اینا رو؟ چرا این دروغ‌ها رو میسازید؟ به خاطر اینکه امت اسلامی رو، مسلمان‌ها رو تنویم بکنید، فریب بدید که برای شما هم هر بلایی که سرتان آورده شما سکوت بکنید. مگر کسی جرأت داشت که به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم چپ نگاه بکنه؟ این خاکستر انداختن و خار به سر را انداختن، این مال اون سال اول بعثت است. بعد از اینکه حمزه و عمر و طلحه و زبیر و اینها مسلمان شدن، کسی جرأت داشت به پیامبر چپ نگاه بکنه؟ ابو جهل که فرعون مکه بود، یک کلمه در مورد پیامبر گفت، چنان با گوشه کمان به صورتش زد که از اینجا تا اینجاش پاره شد. حمزه سید الشهدا، در وقتی که تعداد مسلمان از تعداد انگشتان دستم بیشتر نبود. سهل ابن عمرو در صلح حدیبیه کفار قریش، اینم صلح حدیبیه هم کی است؟ بعد از واقعه احد که کفار مشرکین در اوج قدرت و غرور خودشون هستن. در اون موقع پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیبیه آمدن، در اونجا به خاطر عمره آمده بودن. مشرکین سر راهشون رو گرفتن، اجازه ندادن که وارد چیز بشن. خب قضیه واقعات دیگری رخ داد تا اینکه حرف به اینجا رسید که یک موافقتنامه صلح بشه. کفار قریش سهیل ابن عمرو رو به عنوان نماینده خودشان فرستادن برای مذاکره با رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی سهیل ابن عمرو اون موقع مسلمان نشده بود رضی الله تعالی عنه، وقتی که وارد خیمه پیامبر صلی الله علیه وسلم شد، به اون رسم و عادت مشرکین یا اعراب یک عادتی داشتن، وقتی میخواستن با یک شخص مهمی، با یک شخص بزرگی صحبت بکنن، ریشش رو لمس میکردن. این گونه هنوزم هست در بعضی مناطق، در تاجیکستان، در افغانستان، در اینجا دیده باشید، مثلا به طرف میخوان یک چیز رو رداش میخوان، ریشش رو میگیرن، با دستشون لمس میکنن. دستش رو دراز کرد که به ریش پیامبر صلی الله علیه وسلم در اثنای صحبت کردن که یعنی احساس مودت و نزدیکی بکنه. چنان حضرت ابوبکر صدیق دستش رو زد به اون طرف که گفت گم شد دست کثیفت رو به ریش مبارک پیامبر نزن. کسی مگر جرأت داشت به پیامبر چپ نگاه بکنه و عمر و ابوبکر و طلحه و زبیر و علی و حمزه و اینا باشن، سعد و سعید و غیره؟ حتی ملاهای ما، داملاهای ما این ذلت و خواری رو برای ما دیکته کردن که بله میزدن به سر پیامبر، پیامبر سرشو بلند نمی کرد، بله سر راش خار مینداختن، پیامبر میرفت میگفت استغفر الله العظیم. نه خیر، اینطوری نبود. کسی جرأت نداشت که به طرف یک مسلمان چپ نگاه بکنه. مسلمان سرشو بلند میگرفت، با غرور میگشت، نه با تکبر، با غرور، با غرور ایمانش. توکلش به الله بود. وقتی که ابو جهل رو مردار کردن در جنگ بدر، در غزوه بدر، کسی رفت گردنشو قطع کرد در صحنه جنگ؟ عبدالله ابن مسعود، که انقدر این انسان لاغر بود که یک روزی درخت بالا شده بود، درخت خرمایی، صحابه وقتی ساق پاشو دیدن از نازکی استخوان‌هاش خندیدن. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن آیا از نازکی باریکی استخوان پای عبدالله ابن مسعود میخندید؟ گفتن در روز قیامت در میزان اعمالش یک ساق پای عبدالله ابن مسعود به اندازه کوه احد وزن دارد. مگر کسی جرأت داشت که به چپ نگاه بکنه؟ سران قریش، سران جبت و طاغوت به دست فقیرترین، ضعیفترین مسلمان ها در غزوه بدر به خاک و خون افتیدن.
مسلمان شخصیت دارد، غرور دارد. حتی ملاهای ما هم ما رو اینطوری تنویم کردن، فریب دادن. هیچ وقت از شجاعت نگفتن، هیچ وقت از جهاد نگفتن. همیشه ببینید سیرت پیامبر بیان شده آهایی زدن، آهایی کشتن، آهایی زخمی شد، آهایی گریه کرد، آهایی این طرف رفت. از شجاعت ها نگفتن، از جهاد نگفتن، از عزت ها نگفتن. چند تا ما نشستیم سیرت صلاح الدین ایوبی رو برای فرزندانمون یاد دادیم؟ چند تا از ماها نشستیم شجاعت های علی ابن ابی طالب، عمر ابن خطاب، طلحه، زبیر و هزاران نفر از صحابه دیگر رضی الله تعالی عنهم اجمعین رو برای فرزندانمون به عنوان قصه هایی که در وقت خواب باید برایشون خوانده بشه، در وقت روزهای تعطیل، در وقت فرصت ها برایشون خوانده بشه، برای اونها خواندیم؟ نه خیر، همه قصه‌ای که خواندن بز آمد و گوسفند آمد و گرگ آمد و در و بست و در برد و خورد و همین کارتونیایی که امروز یهود و نصارا درست میکنن. به خاطر چی؟ برای تربیت فرزندانمون. و این وظیفه علماست، وظیفه دعوتگران است که در تربیت نسل و کودکان بکوشن، سعی و تلاش بکنن. این وظیفه همه امت اسلامی است. در رابطه با صحبت برادری که از آمریکا صحبت کرده بودن، که حقیقتا یکی از مشکلی که پیش آمد این بود که دقیقا در موقعی که جنگ در غزه شروع شد و همون موقع هم زلزله در هرات رخ داد و به نوعی زلزله هرات رو قضیه نوار غزه در تحت شعاع قرار داد و جهان و کشورهای اسلامی، امت اسلامی، مصیبت وارده بر افغانستان و بر زلزله زده های در هرات رو فراموش کردن. حقیقتا خواهران و برادران زلزله زده و مصیبت زده ما را در هرات فراموش نکنیم. هر نوع کمکی، هر نوع همکاری که از دستمان برمی آید رو از اونها دریغ نکنیم. دیروز بود فکر کنم اطلاع یافتیم که استاد عبدالصمد قایزاده هم و دیگر خیرینی که هستند، مؤسسات خیری که هستند در هرات، ساختن بعضی شهرک ها و اماکن مسکونی رو آغاز کردن که واقعا نگاه مثبت است. من بارها این رو گفتم که ما فقط در پی این نباشیم که شکم‌های مردم رو سیر بکنیم، فقط برنج بده، روغن بده، خیرات بده، نان بده. خب نان، برنج، روغن فردا تمام میشه. ما باید برای هموطنانمون، کسانی که دارن، استطاعتشو دارن، شغل ایجاد بکنیم، کار ایجاد بکنیم برایشون، سرپناه برایشان درست بکنیم، خانه برایشان درست بکنیم. و این وظیفه تک تک ما شماست. خیلی از دوستان و عزیزان، از بینندگان عزیزمون از طریق واتساپ برنامه پرسیدن که ما چطور میتوانیم کمک بکنیم به افغانستان یا به مدارس یا به کارهای خیریه‌ای که وجود دارد. حقیقتا انجمن همبستگی اجتماعی ندا که یک مؤسسه خیریه‌ای هست که در زمینه تعلیم و تربیت بیشترین سعی و تلاش این مؤسسه بوده و در جز مؤسسین این مؤسسه من هستم، جناب مولانا عبدالسلام عابد هستند و تعداد دیگری از شخصیت‌های مؤثر و علما و دعوتگران هستند که از طریق این مؤسسه هم ما سعی خواهیم کرد که در رشد فکری و تعلیمی جوانانمان، کودکانمان و فرزندان امت اسلامی، خاصتاً ملت افغانستان، چون این مؤسسه یک مؤسسه بین المللی هست و مؤسسه افغانی نیست خاص برای افغانستان و فعالیت‌هاش در کشورهای مختلف هست، در ترکیه، در سوریه، در افغانستان، در پاکستان، در تاجیکستان، در کشورهای مختلف در زمینه تعلیم و تربیه و این مسائل فعالیت دارن. و این مؤسسه هم از طریق این مؤسسه هم شما می توانید که در راه رشد تعلیم و تربیت و فکر جوانان امت اسلامی خاصتا در افغانستان همکار و عمیار ما باشید. و دوستانی که مسئول واتساپ شبکه هستند، اگر که عزیزانی دوست دارن که در زمینه‌های خاص و ویژه، من همیشه به دوستانم، به همکارانم نصیحتی داشتم که ما همیشه باید اثر خود را بگذاریم.
این که والا بیاییم، من نمیخوام از قدر زحمت ها و تلاش ها و کوشش های بعضی از عزیزان بکاهم که ما فقط بیایم شکم مردم رو سیر بکنیم. خب چی شد؟ امروز براش یک بوجی گندم دادی، آرد دادی، برنج دادی، روغن دادی، یک ماه بعد. اما بعد آیا هر ماه این کار رو میتونی بکنی؟ آیا هر سال این کار رو میتونی بکنی؟ آیا این همیشه استمرار خواهد داشت؟ پس اگر همیشه اینطوری به این شکل باشه که ما یک مشت انسان‌های گدایگر تحویل جامعه میدیم. ما باید در رشد فکر، اندیشه، تعلیم، تربیت آن خانواده‌ای که امروز در فقر و بدبختی زندگی می کند، اگر شما فرزند آن خانواده رو در راه تعلیمش، تربیتش کوشش بکنید، فردا این فرزند این خانواده دکتر شود، مهندس شود، یک مدیر شود، یک مخترع شود، یک معمار شود، این بهتر است یا اینکه یک عمر برای این خانواده شما برنج و روغن بفرستید. پس بیایید در زمینه ایجاد مدارس، در زمینه ایجاد دانشگاه ها، در زمینه ایجاد تحصیل در دانشگاه های مختلف، باور به خدا بکنید، اگر که نظر من رو میخواهید، کمک کردن به 1000 خانواده، من به دادن بورسیه تحصیلی به فرزند 10 خانواده محتاج برابر نمی کنم. من نمیگم که این کار رو نکنید، بکنید. برنج دادن، روغن دادن، کمک غذایی کردن به جای خود. شاید گاهی اوقات مثلا در اوقات زلزله هست، سیلاب است، خانواده ها مهاجر میشن، در کمپ ها جمع میشن، در شرایطی قرار دارن که شاید نانی برای خوردن نداشته باشن. اما ملت افغانستان هیچ وقت از گرسنگی نمردن. در ترکیه یک شب انقلاب شد، اثرش تا امروز هم در ترکیه مردم شاهد هستند. دلار از 2.5 و 3 لیره آمد به 27 و 28 لیره. در کشور ما 40 سال جنگ است، اما در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده، چون ملت ما هر کس در گوشه خانه خودش یک باغچه‌ای داره، یک چیزی کشت میکنه، مردم به نان کم، به زندگی کم، یک سرپناهی برای خودشون درست میکنن. در راه پیشرفت علمی و تکنولوژی و فکر و اندیشه مردم خودمان باید تلاش بکنیم. اگر امروز یک خانواده‌ای که در آمریکا زندگی میکند فرزند یک خانواده محتاج رو در افغانستان برای او بورسیه بدهد که در یکی از دانشگاه‌های مثلا ترکیه، ایران، هر کشور، پاکستان، هر جای دیگر برود انجینری بخواند، طب بخواند، اداره بخواند، اقتصاد بخواند، در این زمینه سعی و تلاش بکنیم. در زمینه تعلیم و تربیه و فکر و اندیشه، در چاپ کتاب‌ها، ترجمه کتاب‌ها. یکی از اسباب جنگ، بدبختی، عداوت، تعصب در یک جامعه میدانید چی است؟ جهل. سبب اصلی جنگ و تعصب و بدبختی در یک جامعه جهل است. جهل رو که از بین بردید، نه جنگی خواهد بود، نه تعصبی خواهد بود. وقتی در یک جامعه سطح علم و دانش اون جامعه بالا بره، دیگه کسی به خاطر پشتون و تاجیک و ازبک و ترکمن و هزاره هم دیگر رو نمیکشن. کسی به خاطر سمت و قوم هم دیگر رو نمیکشن. کسی به خاطر قبولاندن فکر خودش نمیره در جای خودش انفجار بده یا کسی رو بکشه یا مدرسه یا مسجدی رو منفجر بکنه. اینا همیشه از جهل و نادانی است و همیشه دشمنان از جهل و نادانی یک امت استفاده میکنن. پس بیایید دست به دست هم بدهیم، چه از طریق انجمن همبستگی اجتماعی ندا و از طریق بقیه مؤسساتی که هستند در راه پیشبرد علم، دانش و فرهنگ در جوامع اسلامی، خاصتا در افغانستان، سعی و تلاش بکنیم. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکند. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان در این برنامه و در دیگر برنامه‌های این شبکه همراه خواهم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان.